درخت هرچی پربارتر افتاده تر. تو سال 1995 یه آقای بدون اینکه از ماسک نقابی استفاده کنه تو یه روز از 2 بانک دزدی کرد. همونطور که شربت آبلیمو جوهر رو مخفی میکنه، فکر میکرد با مالیدن آبلیمو به صورتش خودش رو مقابل دوربینم مخفی و غیر قابل شناسایی میکنه. ولی پلیس چند ساعت بعد دستگیرش کرد. این داستان نمونه از چیزیه که بهش میگن اثر دانی کروگر. طبق نتایج مطالعات افراد کم تجربه اغلب فکر میکنن خیلی بیشتر از چیزی که واقعا هستن. مثلا دانشجوهایی که نمرات پایینی میگیرن فکر میکنن خیلی باهوش‌تر از بقیه و کسایی که نمرات بالایی دارن اغلب خودشون رو دست کم میگیرن. تحقیقاتی هم که سال 2018 انجام شد نشون داد که مردم معمولا بعد از خوندن یک کتاب سیاسی فکر میکنن متخصص اون زمینه شدن. اما چرا این اتفاق میفته؟ اولین مرحله از یادگیری یه مهارت جدید معمولا با اعتماد به نفس زیاد شروع میشه. وقتی بیشتر یاد میگیریم میفهمیم که چه چیزایی رو نمیدونستیم و اعتماد به نفسمون کم میشه. اما به مرور با کسب اطلاعات بیشتر دوباره اعتماد به نفس خودمون رو بالا میبریم.